سلام علیکم بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم در برنامه تحلیل رسانه‌های تاجیک زبان در هفته‌ای که گذشت. خب خیلی که ما و شما میدونیم رسانه‌های یعنی تاجیک زبان در هفته‌ای که گذشت، یعنی در نیمه ماه ینور، مثل هفته‌های قبلی مطالب مختلفی رو به نشر رساندن و البته باید این رو بگوییم که فضای اطلاعاتی تاجیکستان یعنی باز نیست و تقریبا به یک شهری بیجان و یک شهری مرده را میموند که همه اون یعنی رسانه هایی که در آنجا مطالب نشر میکنند از طرف مقامات کشور شدیدا نظارت می شود و همینطور مثل ما هفته های قبلی تقریبا نوشتن مقاله ها، رساندن خبرها و چند رسانه مستقل در داخل کشور و همچنین در خارج و دو سه رسانه دولتی محدود شده بود و که اگر اینها رو حساب کنیم واقعا به یعنی تعداد انگشتان دست هم نمیرسند. از طرف دیگر اگر ما یعنی این مسئله رو ببینیم، رسانه‌های نوشتاری یعنی رسانه‌هایی که واقعا بشینند و تحلیل کنند و مقاله بنویسند و مشکلات جامعه را به صورت نوشتاری مطرح کنند واقعا کم شده است، چرا که بیشتر رسانه‌ها با یعنی برنامه‌های ویدیویی و آدیویی رو آورده ایستادند، چون اون اکثرا معتقدند که یعنی دیگر دنیا پیشرفت کرده است، دیگر مردم در یعنی نمیشینن وقت صرف کنن و مقاله بخوانند و مطالب رو یعنی خودشون بخوانند و بنابراین یعنی اکثرا رسانه‌ها برنامه‌هایی که تهیه میکنن از طریق یعنی رولینگ ها، ویدیو فیلم ها و آدیویی است که به فکر من شاید این در کوتاه مدت یعنی بازاری رسانه‌ای رو گرم کند، ولی در آینده به فکر من این هم برای جامعه تاجیکستان که آنها رو تنبل و بی حوصله خواهد کرد و از طرف دیگر غیر یعنی رسانه‌های ما غیر تخصصی خواهند شد که خب به هر حال ما امروز یعنی یک چند رسانه و مقاله‌های مطلب‌هایی رو که در رسانه‌های تاجیکستان یعنی نوشته شدند و مطرح کردن مشکلات جامعه تاجیکستان رو و خبرها رساندن خدمت شما خواهیم گفت. آیا نظارت شدیدتر می شود؟ خب در هفته گذشته خیلی که ما خواندیم بر اساس رسانه‌های یعنی خبری و یعنی سامانه هم در داخل کشور هم در بیرون یعنی نظارتی به این نتیجه رسیدن رسانه‌ها که نظارتی مردم واقعا شدیدتر میشد و این بار البته توسط نصب کامراها یعنی مقامات در شهر دوشنبه یعنی دقیق‌ترش در ناحیه سینا برای نظارت کامراها رو یعنی نصب کردند و دقیقاً در اینجا اگر ببینیم روز 11 ینور که من در اینجا قید کردم، آزیا پلوس در یک مطلب تحت نام نصب کامراهای مشاهده‌ای در گذرگاه‌های استکادهای دوشنبه چنین نوشت که من از روی یعنی آنچه که در اینجا قید کردم دقیقاً میخوانم. در گذرگاه‌های زیرزمینی راه‌های 300 استکادهای ناحیه سینای شهر دوشنبه در عموم 49 عدد کامراهای مشاهده‌ای بسیار فونکسیونالی نصب کرده شد. خب آزیا پلوس در واقع این خبر را با استناد به دفتر مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه یعنی نشر کرده است و با گفته آزیا پلوس ریاست وزارت کارهای داخلی در یعنی شهر دوشنبه هم دلیل این کار را تأمین امنیت و بی‌خطری مردم گفته است و من در اینجا دقیقاً میخوانم که یعنی ریاست وزارت کارهای داخلی چی نوشته است: در صورت صادر گردیدن همه گونه عمل و کردارهای نامطلوب ضد جمعیتی، مخصوصا مناقشه و اوباشی و دیگر کردارهای جنایتی، گروه فوری تفتیشاتی میلیسیا در حال به جای حادثه سفربر گردیده نفران گمانبر دستگیر و به جوابگری جلب کرده میشوند. یعنی این چیزی هست که در اطلاعیه ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه آمده است. البته ما باید بگوییم که در همه کشورها تقریبا دوربین‌های نظارتی نصب میشوند و این البته در کشورهایی هست که پیشرفته هستند و واقعا پول دارند، اما
ба таври хеле саросимавор ва яъне бо аҷала дар фикри насби камераҳо он ҳам дар яъне гузаргоҳҳои зерзамини пойтахти кишварамон афтодани мақомот саволҳоеро воқеан миёни мардум барангехт ва ин албатта аз чашми расонаҳо пинҳон намонд ва масалан дар ин бора паём як матлаберо нашр карда ва пайдо шудани ин шиорҳоро яъне далелашро шиорҳо яъне шиорҳое ки дар албатта дар минтақаи дигари кишвар бо талаби яъне истеъфои раҳмон пайдо шуда буданд рабт додааст. Масалан дар ин бора паём дар як матлабе таҳти унвони насби камераҳо дар гузаргоҳҳои пойтахт вокуниши мақомот ба шиорҳо ин гуна менависад ки ман дақиқан мехонам. Пас аз ду хабари шиорнависиҳо бо талаби истеъфои Эмомалӣ Раҳмон дар гузаргоҳҳои зерзаминӣ, Вазорати корҳои дохилӣ аз насби камераҳои назоратӣ дар бархе аз гузаргоҳҳои зерзаминии пойтахт хабар медиҳад. Албатта як рӯз қабл, яъне дақиқан як рӯз қабл аз ин ҳам сомонаи бомдод хабар дода буд ки аз тарафи афроди номаълум дар шаҳри Испараи яъне вилояти Суғд бо талаби истеъфои президенти Тоҷикистон шиор навиштанд. Бомдод дар ин бора дақиқан чунин навишт: шаби 9 ба 10 январ дар гузаргоҳҳои зерзаминии назди бозори марказии шаҳри Испара шахсони номаълум бо талаби истеъфои президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шиор навиштанд. Бомдод дар ин хабараш боз идома медиҳад: манобеи пойгоҳи хабарии Бомдод аз Испара хабар доданд ки мақомот аллакай субҳи 10 январ ин шиорҳоро пок карданд. Ба гуфтаи ҳамсуҳбатони Бомдод, рӯзи яъне якшанбе 10 январ дар гузаргоҳи зерзаминии назди бозори марказии Испара ва атрофи он шумори зиёди кормандони милиса ва амният дида мешуд ва ба раҳгузарон иҷозати акс ё навор гирифтани ҷои шиорҳоро намедоданд. Ба навиштаи яъне сомонаи Бомдод, рӯзи 5 январ ҳам пойгоҳи оппозитсионӣ яъне сомонаи Ислоҳ ТВ видеоеро нашр кард ки як чунин шиорҳо дар рӯи фарши роҳрав ва як девор дар хиёбони Шарқ дар бинои наздикии бозори Панҷшанбеи шаҳри Хуҷа низ навишта шуда буданд ки мақомот баъдан он шиорҳоро яъне барои ки мардум набинанд ранг карданд. Ҳарчанд яъне дар воқеъ аз насби камераҳо дар Суғду яъне Испара мо хабарҳое нашунидем ва расонаӣ нашуд, аммо садои истеъфои хуҷандиҳо ва испарагиҳоро воқеан дар душанбе бо насби ин камераҳо шунидам. аммо матлаби дигаре ки дар ҳафтаи гузашта расонаҳо ва сомонаҳои тоҷикзабон яъне ба нашр расондан ҳам хабар пахш карданд ва тақрибан баъзеашон яъне матолиб мақолаҳо ба чоп расонданд, ин буд ки дидбони ҳуқуқи башар гузориши солонаи худро яъне гузориши соли 2020 худро нашр кард ва хеле ки мо шумо медонем, дидбони ҳуқуқи башар яке аз созмонҳои байналмилалӣ бо нуфуз ва маъруф ҳаст ки ҳарсола яъне як гузориши калонеро дар бораи вазъияти ҳуқуқи башар дар кишварҳо дар тақрибан 100 кишвар ҳатто бештар ба нашр мерасонад ва дар он ҷо кишварҳоро радабандӣ мекунад ва вазъияти ҳуқуқи яъне инсонро баррасӣ мекунанд ва баҳо медиҳанд ки албатта Тоҷикистон кишвари азизи мо ҳам дар ин радабандиҳо ҳаст ва мутаассифона чандин сол аст ки дар ҷойгоҳи хеле паст ва бад қарор дорад. хуб, дар ин бораи гузориши солонаи яъне маъруф ба Human Rights Watch ки яъне ҳамон дидбони ҳуқуқи башар ҳаст, аз ҷумла ҳам сомонаи Радиои Озодӣ ва ҳам Паёмнет яъне матлаб нашр кардан. аз ҷумла Радиои Озодӣ дар як мақолае бо ин ном: дидбони ҳуқуқи башар беэътиноии Трамп ва ҳукумати Тоҷикистон ба ҳуқуқи инсонро танқид кард. хуб, дар ин ҷо Озодӣ ба нуктаҳое аз ин гузориш ишора кардааст. аз ҷумла Озодӣ навиштааст ки Ҳюман Вилямсон яъне масъули бахши Осиёи Марказӣ дар дидбони ҳуқуқи башар соли 2020-ро як соли бади дигар барои Тоҷикистон яъне номидааст. хуб, аз назари дидбони ҳуқуқи башар мавридҳои зерин аз ҷумла
که من دقیقا در اینجا یادداشت کردم که یعنی خودی دیدبان حقوق بشر کدام مسئله ها رو یعنی در رابطه با تاجیکستان تنقید کرده است. یکم آزاد و عادلانه نبودن انتخابات ماه مارت سال 2020 که البته انتخابات پارلمانی در تاجیکستان بود. دوم در اعتراف کردن وجود یعنی کووید ویروسی که همگیر شده است در تاجیکستان که سبب شد افراد زیادی زیر خطر گذاشته شوند در تاجیکستان. خوب مسئله بعدی فشار بر زندانی های سیاسی از جمله بزرگمهر یاروف یکی از وکیلان مدافع با جرأت و مشهور کشور که فعلا در زندان است. متاسفانه تعقیب و بعدش یعنی تعقیب و آزار مخالفین حکومت در خارج از کشور، همچنین آزار و اذیت نزدیکان زندانیان سیاسی و مشخصا خانواده زندانیان اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. خوب نکته بعدی که چخیلی که گفتیم دیدبان حقوق بشر یعنی در گزارش خودش قید کرده است، ده ها مورد آزار و اذیت، تعقیب، لطوکوب، زندانی شدن، ثبت نام نکردن و اتهامات به اساس دیگر نسبت ژورنالیستان و روزنامه‌نگاران و همچنین افزایش خشونت خانوادگی چخیلی که گفتیم اینها نمونه های بودند که از نظر یعنی دیدبان حقوق بشر همچون موارد نقض حقوق انسان در تاجیکستان بودند. خوب با گفته مؤلفان مطلب مذکور آزادی تا روز 13 ینور آنها هیچ یک از مقامات رسمی و وکیلان پارلمان تاجیکستان را پیدا نکردند. آنها البته آماده نشدند که باید این گزارش دیدبان حقوق بشر صحبت کنند و آن را شرح دهند. یعنی نتیجه گرفته می شود که یا چیزی برای گفتن ندارند و یا واقعا میترسند و یا تایید میکنند این گزارش رو. اما مثل همیشه معاون سابق مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان یعنی سابق معاون بود سیفالله سفروف، مثل همیشه چخیلی که ما همیشه ارزیابی های آن کس را در رسانه ها میدیم، این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر را به اساس نمیده و گفته است که از این نگاه که ما وضعیت رو میبینیم که در بلاروس یا در امریکا و حتی قرقیزستان همسایه‌مون چی میگذرد، پس اون نتیجه گیری کرده است که مردم تاجیکستان در یعنی با توجه به این کشورها که در امن و امان زندگی میکنند و از طرف دیگر گویا اقتصادی کشور پیشرفته کرده است، پس او یعنی میگوید که حقوق انسان در تاجیکستان نه بدتر بلکه بهتر شده است. ولی در مطلبی که تحت عنوان دیدبان حقوق بشر وضع بدتر شد، شیرزمانوف رحمان راهی بازگشت ندارد، البته این مطلب هست که در سامانه پیام نت به نشر رسیده. در آنجا معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان جناب علیم شیرزمانوف گفته است که یعنی او البته نظر دیگر دارد و او میگوید که یعنی وضعیت در تاجیکستان بدتر شده است و بهتر نه. به نظر شیرزمانوف حکومت تاجیکستان دیگر راهی بازگشت ندارد و این را باید مردم و سازمان‌های یعنی مدافع حقوق انسان باید که درک کنند. او مثال میزند که من در اینجا یعنی مثالی که علیم شیرزمانوف میزند را دقیقا در اینجا یادداشت کردم. او میگوید انتظار داشتن که بعد مردم البته انتظار داشتن که بعد انتخابات و برای 7 سال دیگر تثبیت کردن کرسیش رحمانوف گایکه ها را سست‌تر میکند و آزادی های بیشتری به مردم میدهد، اما او سخت‌تر کرد چون دیگر در هیچ عرصه راهی بازگشت ندارد و نمیتواند حتی همین گایکه ها را سست‌تر نماید. این نظر علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان بود که او میگوید که دیگر باید هم سازمان های دفاع از حقوق انسان و هم مردم باید درک کنند که دیگر تاجیکستان یعنی راه دیگر ندارد، البته حکومت. خوب میرویم به مطلب دیگری که در رسانه های تاجیکستان در هفته گذشته یعنی داغ بود. واقعا
البته این موضوع بود که سالهای گذشته هم یعنی یک مدت داغ شد و بعدا یک مدت خاموش بود. این هم باشد آیا گوگل و فیسبوک باید انداز سپارند؟ مقامات تاجیکستان واقعا تصمیم گرفته بودند یک چند هفته قبل که از گوگل و فیسبوک و دیگر شرکت های اینترنتی که در تاجیکستان فعالیت میکنند انداز ستانند. این تصمیم هم در پارلمان تاجیکستان الکی یعنی با راه تغییر یعنی ایجاد تغییر در قانون انداز یعنی الکی قانونی شد و روز 16 ینور همچنانی که رسانه ها نوشتن به حکم قانون درآمد. اما بعضی رسانه ها در اینجا تحلیل کردند و نوشتند که سوال های زیاد در اینجا وجود دارد که اینها پاسخ میخواهند و اگر این قانون مذکوری که از طرف پارلمان یعنی به تصویب رسیده است مشکلات زیادی رو هم برای مشتریان و هم برای شرکت های الکترونیک خدمترسان به وجود خواهد آورد. این جمله یعنی یکی از سامانه هایی که در این باره نوشته است، سامانه SSR البته رو به حکومت تاجیکستان در یک مطلب با این مضمون ما را در سال 2021 چی انتظار است که دقیقاً چونی نوشت. حالا این تغییرات حکم قانونی نگرفته است ولی پس از حکم قانونی گرفتن آن حتما نرخ اینترنت و مسنجرها خاصه وایبر و واتساپ و تلگرام خواهد خست. یعنی این نویسنده سامانه SSR معتقد است که حتما نرخ اینها وقتی که حکم قانونی میگیرد این انداز سپاریدن گوگل و فیسبوک و دیگر رسانه یعنی شرکت های خدمت رسان الکترونی پس حتما این به مردم مشتریان هم که از وایبر و واتساپ و تلگرام استفاده میکنن تاثیر خواهند رساند، چرا که نرخ اینها هم بلند خواهد رفت. خوب، اما به نظر بعضی از کارشناسانی که از جمله مثلا رادیو آزادی در این باره نظر آنها رو گرفته است، حالا معلوم نیست که شرکت های خدمت رسان الکترونی چی واکنش به این اقدام حکومت تاجیکستان نشان میدهند و از طرف دیگر آنها معتقدند که در صورت تاجیکستان میتواند این شرکت ها را به بازار خود جلب کند که صفت خدمت رسانی را برای این شرکت ها هم بهتر کند و همچنین دسترسی به اینترنت را آسان و سریع گرداند که البته آزادی چنانه که من گفتم از یکی از کارشناسان به نام اهل‌دین سلیموف که کارشناس فناوری های اطلاعاتی بوده است، دقیقاً آزادی در یک مطلب تحت عنوان گوگل و فیسبوک آیا به تاجیکستان انداز میدهند سؤال دیرینه جواب میجوید که کارشناسی مذکور در پاسخ به این سوال آزادی در واقع چنین گفته است: تاجیکستان نه تنها شرایط ستانیدن انداز از سامانه‌های مثل فیسبوک، گوگل و دیگر شبکه‌های اجتماعی را بهتر و آسان کند، بلکه باید زمینه‌های جلب فروشگاه‌های آنلاینی مثل آمازون و علی بابا و ایبای را هم فراهم کند. در این مطلب وی همچنین اعلام می‌کند که وقتی تاجیکستان از خدمت رسانی‌های آنلاینی انداز طلب می‌کند، باید صفت و سرعت خوب اینترنت را فراهم کند. خوب، با توجه به گفته‌هایی که کارشناس یعنی سامانه رادیوی آزادی در اینجا گفته است، تاجیکستان از طرف دیگر ما واقعا می‌بینیم که در تاجیکستان سرعت اینترنت خیلی پست است، دسترسی برای مردم خیلی مشکل است و از طرف دیگر خیلی گران است. مردم نه در همه منطقه‌های تاجیکستان دسترسی به آن را دارند. خوب، و از طرف دیگر زود یعنی فیسبوک بسته می شود که این رو البته ما میدونیم که دلیلش بیشتر سیاسی هست. خوب، یعنی با این فضا ما هنوز زود است بگوییم که تاجیکستان درآمد بزرگی از این پرداخت اندازی گوگل و فیسبوک و همچنین از شرکت های دیگری خدمت الکترونی خدمت رسان در تاجیکستان به دست خواهد آورد. یعنی خیلی زود است که این رو بگوییم، ولی اگر در واقع هدفشون گریزاندن این شرکت های الکترونی خدمت رسان در تاجیکستان و همچنین باز هم تنگ کردن فضای اطلاعاتی در کشور باشد، باید همین حالا یعنی اعتراف کنیم که در واقع حکومت کشور موفق شده است.
خب همین سه موضوعی که در اینجا خلاصه، یعنی به طور خلاصه من خدمت شما گفتم، در واقع از موضوعهای یعنی مهمی رسانه‌های تاجیک زبان بودند که در پایین اگر اینها را همش را خلاصه کنیم، یعنی به این نتیجه خواهیم رسید که واقعا مقامات صدای استعفای رحمان را در یعنی صدها کیلومتر از پایتخت کشور شنیدند و آن را با نصب کامراها استقبال گرفتند. اگر واقعا روز صدها هزار مردم کشور در اعتراض به یعنی وضعیت جاری، وضعیت مشکل اقتصادی و اجتماعی و یعنی فشار تعقیب ها و همچنین فشارهای روانی اگر به خیابان‌ها و کوچه‌های شهر دوشنبه برآیند و آشکار صدای استعفا علیه رحمان و حکومت را بدهند، یعنی ما واقعا این نمیدونیم که حکومت چی واکنش خواهد کرد. یعنی این یک سوال است که واقعا بروز است. اما مسئله دوم که چرا واقعا مقامات تاجیکستان به گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله یعنی هیومن رایتس واچ، یعنی دیدبان حقوق بشر، پاسخ نمی‌دهند. آیا مگر ارزیابی‌ها و خلاصه‌های این سازمان را آنها قبول دارند یا به گفته علیم شیرزمانوف اصلا نه حکومت و نه رحمان پروای این گزارش‌ها ندارند؟ اگر این گونه باشه، پس اقدام بعدی سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق انسان چگونه خواهد بود؟ آیا شریکان بین‌المللی این سازمان‌ها و تاجیکستان به طلب هیو ویلیامسون عمل خواهند کرد و مسئله حقوق انسان را یک جزئی مهم همکاری‌های خود با تاجیکستان قرار خواهند داد؟ این هم البته سوال است بروز. و اما اگر گوگل و فیسبوک پرداخت انداز را قبول کنند و به مقامات تاجیکستان انداز بسپارند، آیا تاجیکستان شرایط دسترسی به اینترنت را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند؟ چون مسئله واقعا در اینجا پول است. یا برعکس، اگر هدف مقامات کشور گریزاندن شرکت‌های الکترونیک و تاریک‌تر کردن فضای اطلاعاتی کشور، پس اینها سوال‌های هستند که با وقت آنها را جواب خواهد داد. در همین جا تحلیل یعنی مطالب رسانه‌های در هفته گذشته به پایان رسید. همه شما را به خدای یگانه می‌سپارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان.